سلام دوستان عزیز و همراهان کانال چیکو چارتر. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و هفته پیش رو هم یک هفته پرسود و پربرکت براتون باشه. مثل روال هر هفتهمون اول میریم سراغ شاخص دلار و تحلیل شاخص دلار رو میذاریم که بعدش بریم سراغ بقیه جفت ارزها و بتونیم از تحلیلی که بابت شاخص دلار میذاریم وام بگیریم برای جفت ارزهای دیگه. و احتمالاً اینو میدونیم که ما اول هر ماه تحلیلمون رو از تایم فریم های بالا دستی مثل ماهانه و هفتگی تا تایم فریم های پایین تر به صورت کامل انجام میدیم و به نوعی مسیر ماهانه کندل هامون رو مشخص میکنیم که کندل این ماه قراره چه شکلی باشه، آیا صعودی یا نزولی باشه. و در اوایل هر هفته در راستایش تحلیلی که توی شاخص ماهانه انجام دادیم میایم تحلیل ها رو به صورت هفتگی قرار میدیم که دیگه توی اون تحلیل ها ما سراغ تایم فریم های بالا دستی نمیریم و از تایم فریم روزانه و 4 ساعته استفاده میکنیم. خب امروز هم اول ماه هستش و ماه جدیدمون داره شروع میشه، ماه میلادی، و قرار ما بریم سراغ تحلیل ماهانمون توی شاخص دلار. همونطوری که داریم میبینیم شاخص دلار توی یک مدت زمان زیادی به سمت بالا حرکت کرده، یک حرکت صعودی رو داشته و بعدش هم وارد یک اصلاح شده و توی این اصلاح هم در ادامهش یک حالت رنج رو داشتیم که اینم تقریبا یک سالی میشه داره همین اتفاق میفته و به صورت رنج قرار داره. همچنین وقتی که داریم به قیمت نگاه میکنیم، قیمت هر باری که وارد منطقه دیسکانتمون شده سریعا به سمت بالا حرکت کرده و یک حرکت صعودی رو داشته و الان توی منطقه پریمیوم قرار داریم، یعنی منطقه گران فروشی. در واقع میشه گفت آرایه‌های ارزان فروشی فعلا مقاومتشون رو انجام دادن و سعی کردن که از پایین اومدن قیمت جلوگیری کنن و تا این لحظه هم موفق شدن که از پایین اومدنش جلوگیری کنن. اما در رنج میان مدتی وقتی که داریم نگاه میکنیم قیمت فعلا توی منطقه دیسکانت قرار داره و در آخرین رنج که یک رنج کوتاه مدتی هست وارد منطقه گران فروشی شده. اما بریم سراغ آرایه‌هایی که پیش رو داریم. اگه قیمت رو نگاه کنیم یه اوردر بلاک اینجا داریم و یک منطقه خلأ نقدینگی FVG هم اینجا داریم و میتونه این خلأ نقدینگی یه هدف خوبی باشه برای این ماه که بتونه یک حرکت صعودی رو داشته باشه و خودش رو به این اوردر بلاک برسونه و چنانچه از این دو قسمت هم رد بشه، یعنی از اوردر بلاکی که داریم و این قسمت خلأ نقدینگی که داشتیم اگه بخواد رد بشه و به آرایه‌های بالاتر هم برسه میتونه خودش رو به استابلاس های سمت خریدی که اینجا وجود داره برسونه که در واقع یک خلأ نقدینگی دیگه توی این منطقه در تایم فریم های میان مدتی داریم. اما وقتی که آرایه‌های سمت دیسکانتمون داریم بررسی میکنیم، این کندلی که توی ماه گذشته داشتیم قیمت اومد سمت پایین و تقریبا تا اواسط اوردر بلاکی که اینجا هم داریم و یک اوردر بلاک صعودی هستش وارد شده و بیشتر این اوردر بلاک رو پاک کرده و در واقع میشه گفت که توی این منطقه شاید هیچ انگیزه‌ای برای پایین اومدن قیمت وجود نداشته باشه که مارکت میکر رو مجاب کنه بیاد سمت پایین و اینجا نقدینگی ها رو برداره. پس میشه گفت توی این ماه یک حرکت صعودی رو داریم و احتمالاً شاهد یک کندل صعودی باشیم. اما برای تقویت این پیش بینی باید وارد تایم فریم های پایین تر مثل هفتگی بشیم و ببینیم اونجا هم آیا این تاییدیه رو میتونیم داشته باشیم یا نه. خب توی تایم فریم هفتگی هم وقتی که داریم قیمت رو نگاه میکنیم توی رنج کوتاه مدتیمون میبینیم که اکثریت آرایه‌های گران فروشی رو پاکسازی کرده و میتونه بازم به سمت بالا بره و در قسمت آرایه‌های ارزان فروشیمون یه اوردر بلاک رو داریم و یک FVG که توی این منطقه هست و توی تایم فریم هفتگی قرار داره. پس توی این تایم فریم هفتگی هم وقتی داریم نگاه میکنیم به رنج کوتاه مدتی و رنج میان مدتیمون، توی رنج کوتاه مدتی میبینیم قیمت میتونه تا یک FVG که اینجا وجود داره سمت پایین بیاد و چون اوائل ماه هم هست
به خاطر ساختار پیوتری که وجود داره میتونه در هفته اولش یک حرکت نزولی رو داشته باشه و شاهد یک هفته نزولی رو تقریبا باشیم و فقط صرفا یک احتماله، ولی در نهایت انتظار داریم خودش رو به بالای این استابلاس های سمت خرید برسونه و همون FVG ماهانه ای که گفتیم اونو پر کنه و خودشو به مناطق بالاتر برسونه. اما در اوائل هفته انتظار یک حرکت نزولی رو داریم، هرچند که همین الان هم روی یک اوردر بلاک ماهانه قرار داریم، یعنی تقریبا میشه گفت روی های اون اوردر بلاک قرار داریم و اگه بخواد سمت پایین تر هم بیاد یک اوردر بلاک هفتگی رو داریم که اون اوردر بلاک هفتگی تقریبا همپوشانی داره با یک FVG هفتگیمون که میتونه یک هدف باشه برای این هفته و میتونه قیمت رو پایین بکشونه و بعد از اون حرکت صعودی رو ادامه بده. پس تا اینجای کار میشه گفت یه تاییدیه رو برای کندل ماهانمون میتونیم دریافت کنیم. اما به خاطر ساختار پیوتری و درست کردن شادو پایینی کندل ماهانه انتظار یک هفته نزولی رو میتونیم داشته باشیم. حتی میتونه این کندل و این حرکت فقط به صورت مقطعی باشه و خیلی سریع توی روزهای اوائل هفته که همین روز دوشنبه و سه‌شنبه هست قیمت بیاد سمت پایین و این اوردر بلاک و توی حتی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هم بتونه سمت بالا بیاد و کندل رو حتی دوباره سبز کنه. اما این حرکت نزولی و این حرکت صعودی به چه شکلی ممکنه باشه باید توی روزهای بعدی نگاه کنیم و تحلیل رو به روز رسانی کنیم. خب بازم برای تاییدیه صحبت هامون لازمه که بریم توی تایم فریم روزانمون و اونجا هم این قیمت رو تحلیل کنیم و ببینیم اتفاقایی که ممکنه بیفته و در راستای تحلیل های ماهانه و هفتگیمون تقویت میشن یا نه. خب توی تایم فریم دیلی وقتی که به قیمت داریم نگاه میکنیم توی یک این بالانس قرار گرفتیم و طبق تحلیلی که توی هفته گذشته داشتیم انتظار داشتیم به این ولی و این بالانس برسه و بعد از اون یه واکنشی رو داشته باشیم. توی این منطقه هم ما داریم میبینیم که این اوردر بلاک همون اوردر بلاک ماهانمون هست که قیمت یه خورده به اون اوردر بلاک رسید و بعد از اون حرکت صعودی رو انجام داد. همچنین ما گفتیم که یه FVG توی هفتگی و ماهانمون قرار داد توی این قسمت پایین و توی FVG هفتگیمون یک کندل اوردر بلاک رو داریم که میتونه باعث بشه که قیمت به سمت همون بیاد و از این اوردر بلاک دوباره حرکت صعودی رو داشته باشه. ضمن اینکه قیمت میتونه از همین سقف عبور کنه و به خود همون FVG که توی هفتگی داشتیم و یک FVG ماهانه و توی دیلی هم میتونیم اونو ببینیم و با همدیگه همپوشانی دارن، میتونه به اینجا هم برسه و همون هدفی که انتظار داشتیم که توی تحلیل ماهانمون قیمت بخواد سمت همونا بیاد و استابلاس های سمت خرید رو جمع آوری کنه. یه اوردر بلاک هم اینجا داریم توی تایم فریم دیلی که باز هم میتونه قیمت رو به سمت خودش بکشونه و ضمن اینکه توی ساختار پاورتری انتظار داشتیم که قیمت اول بیاد سمت پایین و تقریبا میشه گفت به این اوردر بلاک خودش رو برسونه و بعد از اون حرکت کنه سمت اوردر بلاک رنج میان مدتیمون. پس تا اینجا طبق تحلیل هایی که انجام دادیم توی کندل ماهانمون انتظار یک کندل صعودی رو داریم و توی تایم فریم هفتگیمون انتظار داشتیم که یک حرکت نزولی رو شاهد باشیم و بعد از اون بره سمت تحلیل ماهانمون و نهایتاً طی اون 3-4 تا هفته پیش روی که داریم ساختار پیوتریمون رو تکمیل کنه و هم شادو پایینی رو داشته باشیم هم بدن رو داشته باشیم و در نهایت به شادو بالایی برسیم. و اما برای اینکه باز هم بتونیم تحلیلمون رو ریزتر کنیم وارد تایم فریم 4 میشیم و اونجا مشخص میکنیم که مسیر احتمالیمون توی هفته پیش رو به چه شکلی هست.
وقتی وارد تایم فریم 4 میشیم قیمت رو میبینیم که بعد از رسیدن به اون ولیو ایمبالانس دیلیمون به یه اوردر بلاک 4 رسیده و بعد از اون هم یک حرکت نزولی رو شاهد بودیم توی تایم فریم 4 که اومده این اوردر بلاک هایی که اینجا قرار داشتن رو پاکسازی کرده تقریبا و استاپ لاس های سمت و فروش زیادی رو اینجا جمع آوری کرده، همچنین توی این قسمت. و میدونیم که اکثریت افرادی که توی معاملات بودن احتمال خیلی قوی اومدن استاپ لاس هاشون رو زیر همین لوها قرار دارن، یعنی توی این قسمت توی تایم فریم 4 مون، و همین باعث میشه که اون احتمالاتی رو که توی تایم فریم ماهانه و توی هفتگیمون و در نهایت دیلیمون که توی 3 تا تایم فریم بالا دستیمون بودن تقویت بشن. پس قیمت میتونه خودشو به استاپ لاس های زیر همین کف ها برسونه و بعد از اینکه به اینجا رسید خودشو تقویت کنه و حرکت صعودیشو آغاز کنه. و توی این حرکت و توی این هفته ما 2 تا مسیر رو میتونیم احتمال بدیم که توی اون 2 تا مسیر قرار بگیره و این شکلی حرکت کنه. اما قبل از اینکه من بخوام 2 تا مسیر احتمالی رو براتون ترسیم کنم، ازتون میخوام که این پست رو لایک کنین، همچنین برامون کامنت بذارین و این پست رو برای دوستانتون ارسال کنین و ما رو دنبال کنین. من همایون اویسی هستم و توی 3 تا پلتفرم اینستا، یوتیوب و تلگرام با نام کاربری چیکو چارتر فعالیت میکنم. اما بریم سراغ 2 تا مسیر احتمالی که من هر 2 تا مسیر رو براتون فعال کنم و شما بتونید این 2 تا مسیر رو ببینین. مسیر اولمون اینه که قیمت از همینجا بخواد بره سمت بالا و خودش رو با اوردر بلاک دیلیمون برسونه، یه سقف 2 قلدر رو تشکیل بده و بعدش بیاد روی همین اوردر بلاک هفتگی که بتونه استاپ لاس های زیادتری رو اینجا جمع آوری کنه روی قله های همسان که توی تایم فریم دیلی ایجاد میشه و بعد از اون بعد از رسیدن به اوردر بلاک هفتگیمون بیاد سمت همون استاپ لاس ها و همه استاپ لاس های سمت خرید رو جمع آوری کنه و در مسیر ماهانمون حرکت کنه سمت بالا. اما در مسیر دوم میشه گفت که قیمت طبق همون تحلیلی که توی هفتگی توضیح دادیم قیمت بیاد سمت پایین و خودش رو به این اوردر بلاک برسونه. استاپ لاس هایی که اینجا و زیر این کف قرار داره توی تایم فریم 4 این 2 تا رو پاکسازی کنه و تقویت بشه و بعد از اون حرکت کنه سمت سقفایی که توی تایم فریم 4 داشتیم و از اون اوردر بلاک هم عبور کنه و خودش رو به سقف دیلی برسونه و بعد از اون یک حرکت اصلاحی رو شاهد باشیم تا همون یک میتیگیشن بلاکی که توی 4 قطعا تشکیل میشه و بعد از اینکه خودش رو به اون میتیگیشن بلاک رسون از اونجا دوباره حرکت کنه سمت بالا و در نهایت اون FVG که توی تایم فریم ماهانه و دیلی داشتیم پر بشه و به این اوردر بلاک هفتگیمون برسه. امیدوارم که از این تحلیل ها خوشتون بیاد و از اونها بتونین بهره ببرین و سود کنین. تا تحلیل های بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. موفق و پیروز باشید.